زمانی که حماس به اسرائیل حمله کرد، رئیس حماس با یک جمله آغاز کرد که مسلح کردن گاو قرمز نزدیک است. و ما باید به اسرائیل حمله کنیم. به ویدیوهای آخرالزمان خوش آمدید. 1 سال و خورده دیگه شاید دنیا به آخرالزمان خودش و بازگشایی معبد سوم یهودیا برسد و این جنگ ماست. سلام. امیدوارم که حال ایامتون خوب بکام باشه. قرار راجع به آخرالزمان صحبت بکنیم. اتفاقی که شاید 1 سال خورده دیگه بیفته. توی 3 پارت قرار راجع بهش با هم دیگه صحبت بکنیم. پارت اول معرفی معابد یهودیاست. فعلا یهود 3 تا معبد داره، یعنی 2 تا معبد داشته، حالا معبد سوم رو هم دارن بازگشایی میکنن. فعلا تو این ویدیو فوکس رو میذاریم روی معبد دوم و قرار راجع به معبد دوم هم دیگه صحبت بکنیم و اصلا معبد اول و دوم رو بشناسیم و بعد بریم با هم دیگه سرسراغ خدمتتون عرض بشم که معبدهای سوم و اینکه چجوری بازگشاییم، که چه اتفاقاتی و چه فکتای حول و محورش هستش. معبد اول اورشلیمه که خدمتتون عرض بکنم که کسی که ساخته پادشاه سلیمان بود. سلیمان دیگه آخرین پیامبری بود که خدا به پادشاهی برگزیدش. هیچ پیامبری دیگه بعد سلیمان پادشاه نشده. سلیمان بود و بس. سومین پادشاه اسرائیل اصلا سلیمان بوده. در کل دنیا دیگه بعدش حتی پیامبر مکرم اسلام هم به پادشاهی هیچ شهر و کشوری نرسید. این تصمیم درست پروردگار متعال بود، چون واقعا سیاست از دین جداست. یک اتفاق خیلی جذابه که حتی خدا هم دید و گفتش که اون دینداری مردم در خونه خودشون جذابتر از عالم سیاست. اتفاقی افتاد تو زمان سلیمان، معبد اول افتتاح شد، باز شد. در معبد اول خدمتتون عرض بکنم که صندوق عهد عتیقه که مربوط میشه به آرون بریت. این اسمو به خاطر بسپارید، کیه الان این روزای اسرائیل. آرون بریت برادر موسی و تو معبد اتفاقات بزرگی رو ایجاد کرد به نام صندوق عهد عتیق که تو اون صندوق لوایح موسی، جادوهای موسی و عصای موسی در اون صندوق قرار داره. بعد معبد سلیمان 586 سال قبل از میلاد تخریب میشه، میگذره. معبدی نداشتن اسرائیلیا تا اشتباه بزرگ تاریخی کوروش، یعنی 2 تا اشتباه بزرگ تاریخی پادشاهان ایران که میشه به اشتباه فاحشی نام برد. یکی اشتباهات فاحش مناظر پهلوی، یکم کوروش که یهودی‌ها رو نجات میده. یهودی‌ها برمیگردن و همون باعث میشه که بتونن معبد دوم رو پایگذاری بکنن و داشته باشن و معبد دوم رو میسازن. و معبد دوم ویژگی عجیب غریبش این بوده که به شدت کارهای جادوگرایانه و کارهای جادوی زیادی در اون معبد انجام میشده و اتفاقی که میفته در شورش رومیان معبد دوم هم نابود میشه و دیگه یهودی‌ها معبدی نداشتن تا به امروز بحث اینه که مسجد الاقصی رو بگیرن و دقیقاً روی بنای مسجد الاقصی جاییه که باید معبد سوم راه اندازی بشه. در پارت بعدی به مناسک و نحوه راه اندازی معبد سوم میپردازیم و دقیقاً با بازگشایی معبد سوم ما میتونیم به آخرالزمان دنیا برسیم، جایی که اتفاقات زیاد جذابی نمیفته. از نظر شما اینا توهمه، ولی یهودی‌ها دونه دونه‌شو دارن انجام میدن. به فکتاش در ویدیوهای بعدی میپردازیم. مخلص.